ابا جان خود نگاه میکنه بودکا؟ خود نگاه کنه سوز بعد ما برای معاینه پیش دکتر میاریم میاریم یا بلگه دکتر معاینه میکنن ببینن سلامتشه نمشه. از بس که مادر این طفل زلفیه میرزایوا نابینا است بیبیش باید او را برای معاینه تکراری بیارد. حالا به دهه خواجه شام به واسه برمیگردند به این خانه. تو من دارم شکرانش همی میکرد ایمی بگم و مختم ایمی دستگیری کرد به ایمی چی همی گرفتم. در این خانه بغیر از زلفیه 5 نفر دیگر نابینا هستند. در حق همه آنها مادرشان ماشریف عظیم و غمخواری میکند. خدمتگارشون ما آشون میارم علوشون میارم خمیسشون میکنم خودشون میکنم سر میخیزم تقسیماتشون میکنم من پای کار میشم. 4 فرزندش مادرزاد نابینا به دنیا آمدند. 2 کلینش هم نابینایند. هم کلین میگم فرزندای من خلا سیان سوزینان زد نمیگم که خشروان میگم من خودم چند قبادری فرزندای من خشرو میگن خودت خشروی خودت بهترین آدمی افسوس که نابینایی. پدر طفلان جمعه خان شکوروف سنه تولد فرزندانش را خوب در یاد دارد و میگوید دخترم 2014 های نه بچه‌ام 2017 این سیمش 2019 17 اوگوست انا بچه‌ام 31 ینوار رشته بعد 1 فوریه گذشته دیگه. کودکان که بیناند به گفته بیبی به والدان از حالا کمک میرسانند. این همی کلشکاش نه پیش میمونه و این همی او بگن اوشون میتاو نم خیلی نه در سر طبق میشینن نگاه میکنه دخترش اینه بچه مردک نگاه میکنه دست یتش میگیره در دست یچش میگیره در سر طبق میمونه اوش دست یچش میگیره در سر طبق میمونه که او خوردن شما بخورین. حالا مشکل اصلیشان کم بودن کمک‌های اجتماعی است که دولت به آنها میدهد. زندگی خوب است امروز. شکرانش امروز خوبه. امروزش تو زیروال خوبه. نه که من امی یک مشکلی ایمی چی دارم. چی داریم؟ چی مشکلی داریم؟ مشکلی من همین که من این خودم 180 سوم پنسیه میگیرم. 180 سوم دیگه مردک میگیره. این من 180 سوم 1000 باشه شکرانه خداوند. من با 3 گولک من پنسیه خودم 1 گولک من بود نمیکنم. ولی افینه 2 گولکم.